شدم بدم دلم میسوزد از وقتی پیادم دلم میسوزد به چشمی مرا نمیکشادی بر عشق از چشمی کشادم دلم چشمی مرا نمیکشادی بر عشق از چشمی کشادم دلم درود عرض میکنیم دوستان ارجمند. برنامه خاطره است و این برنامه با یک ترانه
جذاب آغاز گردید و مهمان برنامه امروزه ما اکبر دولت آوازخوان انسمبل گنجینه فیلارمونی دولتی تاجیکستان هستند. حضور شما را به برنامه خاطره ها خیر مقدم میگویم و من فکر میکنم که علاقه بیننده ما پی برد که ما درباره کدام یکی از سرانده های محبوب کشور حرف میزنیم. این ترانه از جانب زنده‌یاد سپانی سعید صدا میداد. متن ترانه از شاعر محبوب دلها زنده‌یاد بازار صابر است که واقعا هم خیلی متن والا و خیلی آهنگ والا بود. سپانی سعید در صنعت تاجیک یک مکتب خاصه خود را داشت که تا حال همین مکتب ادامه دارد، تا حال پیروان زیاد دارد این مکتب و جوانان زیاد با همین سبک با همین اصول ترانه میخوانند و اکبر دولت نیز یکی از شاگردان سپانی سعید هستند که من فکر میکنم که افتخاری همکاری این افتخاری هم صحبتی ایشان را نیز داشتند و امروز اطراف خاطره های ایشان حرف میزنیم. شما از کی با سپانی سعید آشنا شدید؟ امروز یک مکتبی به نهایت خوب برای مردم ما میراث گذاشتن. این که سپانی سعید بسیار مکتبی بزرگ دارند و در تمام گوشه کنار جمهوری این مکتب مخلصی خود را دارد، شنونده خود را دارد و من هم یکی از دوستداران هنری صنعتی سپانی سعید هستم. شناسایی ما در یک طرفخانه بود، استاد از در آمدند که من سرودهای ایشان را میخوانم، ایشان را زمزمه داشتم و آمدن به نزد ما ایستادن. بعد گفتن بسیار خوب، بسیار خوشروی سراییدی. من به خاطرم هست که می گفتن که یک شاگرد شما در همین دهه نیلو هست، سرودهای شما میخواند، سبک شما کتی میخواند. می دانستم و دیدگی نبودم. شناس شدیم، بعد دعوت کردن که به خانه بیا همکاری کنیم. چند سال داشتید اون وقت؟ کدام سالها بود تقریبا؟ من نو به فیلارمونی دولتی قدم های اولینم را ماندگی بودم. با کار شروع کردم. با کار شروع کردگی بودم. در همون دوره ها آهنگ دادن با من، بسیار همکاری میکردیم. چی آهنگ های استاد خواندید؟ یک روز من استاد به خانه دعوت کردم، بعد گفتن همون اسباب سینتزاتور را بیار. سینتزاتور را آوردیم ماندیم. استاد نواختن آهنگای خودشون یک تا آهنگ خواندن در پیش ما. عجیب. گفتن کدامش معقول همین آهنگ ها گیرتون خونتون، پیروی من هستیتون، شاگردای من هستیتون، من تا کی که هستم دستگیری شما هستم، من برای شما خدمت میکنم. چند آهنگاشون معقول شد، ما گرفتیم. کدام ترانه ها؟ بیمان تا در دلی پاکت دلی من آشیان ماند، بیمان در چشم های تو جوانیم جوان ماند، تو با این حسنی عالمگیر از عالم چی میخواهی، بیمان در شعری من از در عشقی تو نشان ماند. ترانه هایی که یک زمان سپانی سعید در انسمبل گنجینه می‌سراییدند امروز نیز بازخوانی میشود در انسمبل شما؟ البته سرودهای فولکلوری که در انسمبل گنجینه می‌سراییدند و برنامه ها میکردن، ما می‌سراییم بعضی سرودهایی که فولکلوری داشتن. و بیننده عزیز باید یادآور شویم که سپانی سعید سال 1986 با دعوت ظفر ناظم به انسمبل گنجینه و فعالیت خود شروع کرد. در این انسمبل و دوره بهترین فعالیت ایجادی سپانی سعید نیست محض به همین دوره راست می‌آید، زیرا در اینجا با رهبری ظفر ناظم علاکه به صحنه حرفه‌ای راه یافت، ترانه های خیلی محبوب سرایید و قبلا سپانی سعید در کالج فرهنگی ناحیه رودکی تحصیل کرده، 3 سال در اونجا. پیش از آنی که به انسمبل گنجینه راه یابد در انسمبل آریا فعالیت نموده است، ولی منقدان ساحه صنعت میگویند که دوره اوج فعالیت ایجادی سپانی سعید نیمه دومی سالهای 80 و تا سالهای 2000 خیلی یک دوره بود که ترانه‌هایش به یک اوج اعلا رسیده بودند. و شما کدام سال به فیلارمونی با کار شروع کردید؟ من سالی
2000 با فیلارمونی دولتی اون سالها در انسمبلی گلشن فعالیت میکردم. اونجا میدیدید؟ اونجا ما همسایه که بودیم بسیارتر با نزد استاد میرفتیم. بعد وقتی کار بسیار آهنگاشونه که دوست میداشتم و میگفتم همین آهنگتون من با معقول باشد، من همین آهنگ من به تو بخشیدم، گفتم توفه کردم، گفتم با تیار میکردن قطیم وای میکردن. بعد وقتی که استاد بیمار شدن در بستری بودن بسیار خبرگیری میرفتیم. همین خیلی مردی بودن که همچون رنگ فرزنداشون بسیار نصیحت میکردن، میگفتن بسیار چیزایی خسکی، بسیار چیزایی ساده رو انتخاب نکن، آهنگای نغز، متنای خوب فقط ایجاد کن، خواهی که در صنعت تاجیک مونی از این چیزایی بزرگان بسیارتر استفاده باید. شما گفتید آهنگای استاد سبحانی سعید رو میخونن، تقریبا چند آهنگش رو شما زمزمه کردید؟ چند آهنگی که برای شما تحفه کردن؟ قریب یک 5-6 آهنگشون رو برای من هم تیار کردن هم تحفه کردن که من زمزمه کردم. خصلتشون چگونه بود؟ به نهایت یک مردی خاکسار بودن، یک مردی زنده دل بودن. بسیار در وقتی معرکه های هم بعضی لطیفه های شوخ هم میگفتن. در برابر اونی که سبحانی سعید ترانه های مردمی، ترانه های خلقی می‌سرایدن در یک رویه خاصه، ولی در پیشرفت استرادای تاجیک نیز سهم دارند. استرادای سبحانی سعید آمیخته با سبک خلقی بود. سال 2003 میانی هنرمندان ژانر استرادا یک آزمون در تاجیکستان شد. البته یادتون هست آزمون رو که استاد جای اول رو گرفته با سفری و خارج سفر کرد. درباره این سفر من معلومات ندارم، ولی میدونم که همون سال سراینده سال اعلام شدن، سال 2003. هرچند که مثلا یک رویه خاصه خود را دارن، یک مکتب خاصه که از دیگر مثلا هنرمندان فرق میکند و در صنعت تاجیک کم هستند نفرانی که یک رویه خاصه تشکیل میکنن، یک ژانری رو روی کار میارن، یک لحنی رو روی کار میارن که بعدتر دیگر هنرمندان همین رویه رو ادامه میدهند. شما درباره این مکتب، درباره این سمت چقدر معلومات دارید؟ تا جایی میدونم مثلا حالا هم هنرمندان خیلی محبوب، هنرمندانی که مثلا این روز شناخته هستند و ترانه‌هایشان زمزمه می شود و بسیاری ها آنها را قبول دارند، محض از همین مکتب درس گرفتن، از همین مکتب الهام گرفتن و محض شاگردی سبحانی سعید را داشتند. مثلا یکی از هنرمندان خیلی محبوب فرقت سعید و همچنین ارکین اودینایف نیز از همین مکتب معرفی شده است و شما نیز یکی از شاگردان ایشان هستید. درباره شاگردانشان چه معلومات دارید؟ درباره مکتب سبحانی سعید همین را گفتنیم که من با کدام گوشه کنار تاجیکستان با معرکه ها دعوت شدیم یا که در کجایی که بودیم، وقتی که من میسراییدم میگفتن که مکتب سبحان سعید و سبحان سعید رو دوست میداشتن، چی در ختلان، چی در خوجان، چی در رشت و حصار و تمام گوشه تاجیکستان هم جوان و هم پیر مکتب سبحان سعید رو دوست میدارد، هم گوش میکنن بسیارتر. کدام جایی که میریم هنرمندی که دعوت میشه یک سرود از سبحان سعید میخونه. من این نشه شاهد هم هستم و میدونم که جوانایی که حاضر برآمده ایستادن با هستن شاگردایی که فقط در سبک اسلوبی سبحان سعید میسرایند. باز چی ترانه از ایشان میسرایید؟ در دوره ما عاشق دلخون نمانده است. ناکامی های لیلی و مجنون نمانده است. گفتن شاعران همه گپ را به وصف یار، یک حرفی خوب و تازه و موضوع نمانده است، نمانده است، نمانده است.
خوشبخت شاعرم که تو هستی نصیبی من دایم شریک عمری منی یو حبیبی من حبیبی من حبیبی من همچون نهال ابروی مشکینی تو بود بهتر از هلال لعلی لبانی تو صدف و لمچو غنچه چشمان شوخی تو همه کانست بر سوال بر سوال بر سوال خوشبخت شاعرم که تو هستی نصیبی من دایم شریک عمری منی یو حبیبی من حبیبی من حبیبی من اما با چشمی نظیری تو را ندیدم تنها به وصف تو غزل آفریدم از کوتاهی دست ز گلباغ عاشقان گل غنچه نبردم گل را نچیدم 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 خوشبخت شاعرم که تو هستی نصیبی من دایم شریک عمری منی تو حبیبی من 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 علاقه و دوستداری عموما پیوندی شما به ترانه‌های سبحانی سعید از کجا شروع شد؟ شما کی ترانه‌اش را شنیدید و چرا مثلا به ترانه‌ها، به سبک، به اسلوب، به مکتب سبحانی سعید رو آوردید؟ ما خرد بودیم و همین سرودهایی که من سراییدم من از همین سرودها مخلصی استاد سبحانی سعید شدم. اولین سرودهایی که پیشکشی مردم کردگی بودن در وقتی انسامبل گنجینه بودن فقط با رادیو گوش میکردیم. این سرودها رو گوش کردم و بعد وارد دنیای سبحانی سعید گشتم و بسیار درک کردم که این ناله، این آهنگ، این سرود اینقدر با یک شخص چنان تأثیری میکند که بعد همین سرودها گوش کردن من مخلصی اشدی سبحانی سعید شدم. با صنعت، با موسیقی، با جدای هنر چگونه راه یافتید؟ کی الگوی شما بود که شما رو وادار کرد که همین سمت را انتخاب کنید؟ اما مهر و محبت صنعت در دل من بود. مکتب را ختم نکرده من وارد دنیای آهنگ‌های سبحانی سعید شدم و عاشق صنعت شدم. بعد برادری کلانی هم با ما مصلحت کردیم و با دانشگاه صنعتی تاجیکستان حجت‌هایم را سپردم و میخواهم صنعتکار شوم. همین تلاش‌های مرا برادرم دیده مرا به دانشکده صنعت برده همچون دانشجو شامل شدم. دانشگاه رو تمام کردیم و با فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به کار آمدیم در انسامبل فولکلور اتنوگرافی گنجینه. از سال 2000 تا حال در انسامبل گنجینه فعالیت داریم. با بسیار راهبرا، با بسیار استادا همکاری کردیم. من امروز با استادای عزیز کریم نظروف راهبر انسامبل فولکلور گنجینه، یکی از اولین نفرانی که در گنجینه فعالیت کرده بودن. دوره استاد ظفر ناظم شما فعالیت نکردید یا که کار میکردید اون وقت؟ وقتی که من به کار آمدم چلخان خلف راهبر بودن. ظفر ناظم راهبر بدیعی فیلارمونی بودن. شما بیشتر کدام ترانه‌های سبحانی سعید را دوست می‌دارید؟ یعنی حالتایی هست که بعضی ترانه‌ها مثلا با انسان زندگی میکنن، انسان هر جا میرود
همون ترانه در ذهنش میاد، هر جا همون ترانه رو زمزمه میکند. کدوم ترانه های ایشان به شما پسند است؟ فکر میکنم وقتی که سپان سعید یگان سرود رو میسراییدن، چی خیلی سرودی که نباشد ما همون سرود رو قبول میکردیم. آخران آهنگایی که استاد پیشکشی مردم کرده بودن از شیر علی تبر، شاعری که بسیار هم امروز قلم خوب دارن، استاد همکاری داشتن. در آخر عمر خود یک کنسرت خیلی باشکوه کردن که در اونجا خیلی ترانه های نو بود. ترانه هایی بود که مردم انتظارش داشتن، مردم به صبرانه منتظر بودند که سپانی سعید باز از خود درک میدهد و ترانه های جذابی تازه پیشنهاد میکند و در همینجا بسیار ترانه های سروده شدند که واقعا هم خیلی ترانه های پرمضمون بودند، ترانه های جذاب بودند، شنیدنی بودند. ترانه ای دوست نیست در همین کنسرت ایجاد شد. روزی روم از دنیا یکی از ترانه هایی که من زیاد دوست می‌دارم. میشه بعد این ترانه رو 4 مصرع بسرایید. وقتی آخر بسیار آهنگای ایجاد کردن، وقتی که ما به خانه‌شون میرفتیم و در پیش ما زمزمه میکردن، بسیار ترانه های نصرایده استاد در دلشان ماند. اگر ثبت نشدن، اگر در یگان وای باشد برای فرزندشون، من از خودم میدونستگی بسیار آهنگایی که میخوندن، بسیار آهنگای عالی جناب، لیکن فرصت نشد. روزی روم از دنیا این از استاد لایق شیرالی است. بله. روزی روم از دنیا، دنیای مرا یابه. روزی روم از دنیا، دنیای مرا یابه. در خاک شوم پنهان، پیدای مرا یابه. در خاک شوم پنهان، پیدای مرا یابه. تشکر، خسته نباشید. از حضور شما در برنامه امروزه خاطره ها لذت بردم. یاد کردیم از شادروان سپانی سعید که واقعا هم در خزینه طلایی موسیقی تاجیک ترانه های بی‌زوال خود را نگاه داشته است که امروز نسل جوان، شاگردانش، پیروانش این ترانه ها را بازخوانی میکنند، میسرایند و من فکر میکنم که مخلصانش در همه جا هستند و حالا هم با یک شور و شوق ترانه هایش را گوش میدهند، عاشق ترانه هایش هستند و شما را بار دیگر خوش آمدید میگویم. در انتها باز یک ترانه دیگر هست. البته. چه ترانه است؟ خونی دل گشتم برایت. دوستان عزیز، هم اینجا در رسیده به انتهای برنامه خاطره ها. اگر با شنیدن این ترانه ها خاطره های نیک زندگی خود را به یاد آورده باشید، ما از این خیلی شاد هستیم و به شما روزگاری خوش و سلامتی بردوام را تمنا داریم. گشتم برایت، سایه گشتم از قفایت. خونی دل گشتم برایت، سایه گشتم از قفایت. تا رسم برگردی پایت، تا بمیرم در وفایت. ای گلی شب، ای گلی شب. تا رسم برگردی پایت، تا بمیرم در وفایت. ای گلی شب، ای گلی شب. ای گلی شب، ای گلی شب. هر شب روی چماهت، موی شب رنگی سیاهت. هر شب روی چماهت، موی شب رنگی سیاه.
عاشقی به گناهت میبرد دل را براحت ای گلیشا ای گلیشا عاشقی به گناهت میبرد دل را براحت ای گلیشا ای گلیشا ای گلیشا به گلیشا شب من به تو مانم خشک میگردد لبانم گر شب من به تو مانم خشک میگردد لبانم سخت سوزد جسم و جانم مغزی استخوانم ای گلیشا ای گلیشا سخت سوزد جسم و جانم مغزی استخوانم ای گلیشا ای گلیشا ای گلیشا به گلیشا ای گلیشا به گلیشا ای گلیشا